الله متعال در ماه مبارک رمضان بندگانش را با 5 انعام مورد نوازش قرار می دهد و این 5 چیز از فضیلت های برتر و بهتری ماه مبارک رمضان محسوب می شود. نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید که 5 چیز است که در ماه مبارک رمضان مختص و مخصوص بری روزدار داده می شود که در هیچ امتهای گذشته داده نشده است. از جمله بوی دهن روزدار بهتر و پسندیده تر است از بوی مشک در نزد پروردگار. 2. ماهی ها در حق روزدار از طلوع صبح صادق الی غروب آفتاب که زمان افطار هست تا اون هنگام ماهی ها در حق روزدار دعای مغفرت می کند. 3. الله متعال به جنت دستور می دهد که خود را آراسته کن و خود را مزین بساز که عن قریب است بندگان نیک و صالح من دنیا را رها کرده مشقت ها و تکالیف دنیا را رها کرده به سوی تو می آید. 4. الله متعال به برکت ماه مبارک رمضان شیطان ها را که انسان ها را از دین منحرف می سازد الله متعال آنها را با زنجیرها بسته می گرداند و آنها را ناتوان و ناچار می گرداند. 5. الله متعال در شبهای اخیر ماه مبارک رمضان تمام مرده های تمام اموات مسلمین را مورد مغفرت خویش قرار می دهد. دوستان عزیز، این ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است برای نابودی گناهانمان و بهترین فرصت است که خود را به الله متعال نزدیکتر و یکی از بندگان صالح و بهتری درگاه او قرار بدهیم. پس مهمان ما در راه است، ان شاء الله که همگیتان را الله متعال توفیق دهد که از این مهمان درست پرستاری کنین و این مهمان را با بسیار یک چهره با بسیار یک پیشانی باز از این مهمان استقبال نمایید.